سلام بیننده‌های عزیز، شما امروز چهره مرا و صحبت مرا از طریق پرودکشن صدا و تصویر در چینل یوتیوب مشاهده میکنین که روی فیلم هایی که همه ساخته های خودم است و با وقفه ها به نشر میرسه با شما سر صحبت باز بکنم و از درون فیلم ها برای شما از واقعیت های اتفاق افتاده که در جریان شوتینگ صورت گرفته برای شما چیزهای قصه کنم که براتون جالب خواهد بود. چرا اختره؟ مسخره؟ از نگاه سلام یگان تا از من میترسه در دلکتان خو میگه بابا تو چی داری که ازت بترسه بگم این از چی چیزی میترسه از نیش زبان خدا نامی کسی را سر زبان من نپرده اگه یک دفعه نامش سر زبان من افتاد دیگه گلم از او جمع است کاکا بیار 35 تا بیا گفتم پیسه دیگر ندارم باش که ببینیم زدگی نداشته باشه نه انشاءالله صحیح است یه چای نکی خوبش است دمیر پایان کو آقا جانی خود زنانه است دیگه از یا بپوش تو امیره بکش خوب کرتیس خدا کنه کلان نباشه بپوشش یک دفعه ما برای خود نمیخ برای نوکر ما میخرمش نوکر چاق است لاغر پشت چاقی و لاغری چی میگردی؟ قیمتش چند است؟ 500 است آقا جان 500 بیام میکنی باز خریدام نمیتونی سلام آقا جان سلام
در کوچه خود بسیار مشهور است. وقتی که من از خانه برایم بچه آدمی گرد ملقمه زنند و وقتی که من گپ بزنم گپ های بزنزی قطقطه شاد بده اینیا که قط خنده میکنند باز ما هم خوش میشم. سالاس اینم تو که هستم مگم داولای تو نبودم. میفهمین چی بودم؟ یک بچه پس رفته خجالتی داخل صنف میشتم. کم گپ میزدم، اصلا هیچ گپ نمیزدم. بچه آزارم میدادن، سرم پرزه میرفتن، مسخره میکردن. دلم مثل کندو تمامی رشخندی آرده خود چای می اچه کندوی دلم پرتر میشد با مو اندازه دلم زیادتر کورد میکرد. میخواستم یک راه پیدا کنم تا ای کندوی دل خود خالی کنم. یک روز این راه را یافتم. اون روز سر من آرخ شده بود. خدا با می تیزی بزن رساندم. اختر جان شاهدی بیا نی الله کالکیش باشه بتی کتاب های اختر جانه. بیا اختر جان دیگه آزارت نمیتن. بیا بشی او قربان سر کلت اختر جانو. اختر جان چرا نوخت آمدی بادار؟ قربان بچه اختر جان بیدارخواه میمانیست. اختر جان شو میمانی کی بودی بادار؟ میمان اخوارت بودم می؟ الو بچه مختر دیدی چی گفت؟ روز فهمیدم که رشخند کنم پرزه برم مسخره کنم. همین کار کردم. یک روز دیدم که دیگه تنها اختر نیستم. اختر مسخره است. اول از اینام بدم میامد. پس آنها خوشم نامد. میفهمین بابی ما پینه دوز است. من از کاروبار بابی شرم دارم. وقتی کس از من پرسان میکنه اختر بابی چی کار است میگم فوت کده. ما خانی کو نداریم، بسیار کونه. نمو خانم همسایه هستیم. تو خانه نمیرم، کم میرم. ما دوستای معتبر دارم، بسیار معتبر. من زیادتر خانی از وا می باشم. خانه جمیلی شد وا برای من کالای مودکی میدن. اینی واسکت هم برای من جمیل دادن. وا برای من
پیسه میده برای که من خندیشان میتون ساعتشان هم تیر میکنم میفهمین برای هر کدامی از این میلیونا خرج شده راست میگم میلیونا پیسهش از کجا شده خود ما نمیفهمم بیشتر از جمیل برای تا گپ زده بودم یادتان است؟ آلقاتش میبینه او نخانهشان در دهه 60 یعنی در اوایل دهه 60 میگم که ما وقت تازه رئیس افغان فیلم شده بودم و مردم بسیار زیاد علاقمندی به سینما داشتن بسیار سینما را دوست داشتن ولی ذهنشان همیشه که فیلم های هندی و دو ساختارها به اصطلاح گت خورده بود و از من تقاضا کردن در وقت که به مناسبت جشن استقلال باید یک فیلم افغانی ساخته شود. به دفتر کارم بودم که برام یه حواله دادن و من رفتم صحبت کردم دیدم که بسیار زیاد حکومت جدی است که باید یک فیلم حتما ساخته شود. من همچون یک از جمله نوشته های کوتاهی را که استاد بزرگوار رهنورد زریاب برای خود داشت من امی فیلم اختر مسخره را بسیار جالب برای سینما یافتم. دیدم که وقتی که یک شخصیت بازی میکنه در قالب یک آدم کمدی خب طبعا بر مردم بسیار زیاد دلچسب است. من امی را پیشکش کردم گفتم امی داستان تیار است و میخوایم امی داستان فیلم بسازم. گفتن صحیح است و من رفتم با استاد صحبت کردم دیدم که استادم بسیار با خوشبینی و بسیار با علاقمندی برای من گفت که چرا نی حتما بسازی فیلم.
4 روز است که ندیدیمت مسخره جان. والا مسخره که کار داشت کار داشت یا خدا. تو هم کار داشتی؟ وای مسخره تم کار نداشتم نه. وای قصه همون نفر خو برات کردم نه که روز مسکین خیاطی و روز قصابی میکرد و شوام خیاطی. اون شام یادت کردم تو. یادم کردی که او که در یاد اسرائیل باشی که قربانت شم. شالا مصطفی که امریکا بودن پری روز آمدن. شالا بیا پایین. آمدن؟ الله خاک در سر من که هیچ خبر نداشتم. چی میگی جانی؟ بیا پایین بیا. زود بیا که برای ما مضمون پیدا شد. دو سال امریکا بودن بسیار تغییر کردن. امریکا؟ امریکا بیا شالا جان بیا خب چی کسر اگر میگی؟ برات معرفی میکنم اختر است. ما برش میگیم اختر مسخره. چپا کنی جانم وی دلم وی شو کسای شکده مادم از خنده که دست میکنه. هر رقم میتونه برخواه. چا روکندرول. Very good. Well. حتی حقسش کم هم کده میتونه. اختر جان برست که شالا ببینم. ما برم در موتر برات یک کست بانم. راست میگه برست. برست اختر شام شدم. پس کنیم صحبه تمام. برقصم. چی برقصم؟ یک ترسه؟ شما اینجا تمام رقصه نه؟ ببینم سر استاپ تو باش جست سر آمدم باش آمدم مصطفی بیا اختر شکیست که مادم از خنده گونه دست میکنه. اختر؟ بیا تو اختر مسخره است بیا یک دو جمیل تو چرا نمیرفت؟ اختر برات میرفت. نه اختر بله اینو رسمی برست رزمی برسن.
Don't like them. برم. شما باور بکنید که برخلاف تمام موازین سینمایی، برخلاف تمام مقررات سینما، مرا گفتن که در ظرف 18 روز باید این فیلم شوتینگش خلاص شود. کار بس دشوار بود، بسیار، هم برای خودم، هم برای تکنیکرها، هم برای خب ساختار یک فیلم بلند داستانی، همه چیز. ولی از اون جایی که ایش نمیفهمم یک نوع انرژی را امی تیم ده خود احساس کرد که قول دادن که ما امی فیلم میسازیم، به هر شرایطی که شب و روز کار میکنیم امی فیلم میسازیم. من فقط وقت داشتم که 2-3 روز من لوکیشن بکنم. یکی از لوکیشن های من که زندگی طبقاتی را البته در مابین فیلم نشان میداد، شهر کونه و یک زندگی ارستوکراسی و زندگی طبقاتی طبقه بالا را ما قصر نمبر 1 انتخاب کردم که در وقت قصر نمبر 1 آقای کشمند تشریف داشت. من بسیار با مهربانی پذیرفت و رفتم امروز صحبت کردم، گفتم داستان اینطور است و اینطور یک قصر کار داریم و ما یک قصر غیر پیش شما در دیگه جای نمیرم. اون گفت بیا 1000 دفعه من میرم در تو، بیا در قصر هر وقت تا هر وقتی که میباشی بیا کارت کن. خب بالاخره قصر با تمام امکاناتش در اختیار ما داد و ما کار تا 4-5 روز دیگه کوشش کردم که برم سر ست فیلم برداری و شروع کنم به کار. I don't like them. والا تو فرانسوی ها بفهمی. باشه، فرانسوی نیست. باش بیا. آرمیم او زخمه برات نشان میده. بله بله مسخره. بله بله خل بله بله سر یک تو او روش منم شراب می ویسکی. خیلی اختر مسکن سر او دختر یک دو گیلاس بیار. یک خواهم بری لازم نشد باز بکن یه یک از خانه باشه. نوکرتان هستم. سلامت سلامت باشید. سر یک موزیک مقبول نشنه. خیلی موزیک باش سر چه شد؟ رکورد نه باش اغرب فرست کلاس موزیک. درست شد. آقا جان دیگه چیز کار نیست؟ نه درست است. برو خب اوکی درست شد. خب آره سر اینه من باورتون پرده. نه خودم ساختی.
باشی سعی کن مردم کم کم بخواه اسکیست سعی کن چوب سعی چی آدمی خوبیستی مصطفی. اختر تو هنوز من رو نمیشناسی من آدم بسیار خوب هستم اما اینا کار من نمیکنن نیست ما از اونا بدم نه I don't like them. آن میخواه ایجی میخواه پای کچه کار بیخ چی؟ صدا کنی جان سنگی چه زد بس کسی ازی بی جنگ بده. چی؟ جنگ چیز نداره چه؟ ترس. آه تو هر روز شراب میخوری؟ آه من یادت از اروپا بوده اونجا هر روز میخورم همه کی؟ همه گرفرندای هر شام میخورم تا نصفای شب تا دمای صبح میخورم دیگه کار نداشتی چی شوایی بوده؟ شوایی پاریس لندن نیویورک lovely night یک چیز دیگه هم آوردیم بسیار زیبا و مخصوص از اونجا آوردیم از اروپا آره باید گرم سر یکی از نقش‌های استثنایی این فیلم که ناصر عزیز بازی کرد، یعنی مو شخصیتی که از آمریکا میایه و با خود یک موش سفید میاره و حتی در ناجوری از این موش سفید بسیار زیاد رنگ میبره و بر اختر این بسیار یک چیز پیش پا افتاده و مزخرف و قابل خنده هست. دو شخصیت متضادی که اصلا بسیار زیبا با هم همخوانی داشتن و بسیار مقبول با گفته سینماگرا که برای که دیگه خود موقعیت ها را پاس میدادن
و از این خاطر بود که هر دوی از این در نقش فوق‌العادگی خود نشان دادن و باید بگویم که هم فقیر نبی و هم ناصر عزیز اینا از جمله هنرپیشه هایی هستند که تیپ های مختلف بازی میکنن، یعنی به هر قالبی که اینا را شما آزمایش میکردین بسیار به فوق‌العادگی و با زیباییش از اون نقش بدر میشد. یعنی درون نقش متلاشی کردن و فهمیدن و اون نقش خارج از شخصیت خودش بازی کردن، این توانمندی و کار یک هنرپیشه خوب میخواه. آخر بیا آمدیم سگو سگیده موشم سگیده یه اخترم از خرست سگو موشم سگو سن اخترم از خرست اخترم از خرست مصطفی سگو از اروپا یک موش آمده. خب اخلاق موش با علم است علم داره علم علم موش از گوش میده. گوش جان بخن برم خلق معذرت بخن چه لایه برم مصطفی که زور غم نده. دیگه گشنه تاریخ صدا که چه اخلاق دیگه کامل نکنه خیلی مسخره مسخره مصطفی میخوریم و سلام علیه موشه با عرصه. آفرین اختر سلام اختر چشم چرس چرس چرس. وقتی که ما حمیدی عبدالله میگیم یک بار تجسم میکنه امو شیرین گل پرسوز که در ذهنیت ها تا به حال را
همو دیالوگایش و همو غار زدنش سر شیر آقا و همو دست انداختناش اینا یاد آدمه. ولی برعکس از این قضیه شما در فیلم اختر مسخره در وجود حمیده عبدالله یک مادر مظلوم رنج دیده که همیشه بچه خود کتی کالاشویی و در خانه های مردم و همیشه با درد و رنج و با یک پیاله چایی که او صبح وقت میخیزه و سر دیگدانک میمونه و او را دم میکنه و او را که چند قرص نان پیش روی اولادای خود و شوهر خود میمانه. شما در یک نقش استثنایی دیگه حمیده عبدالله رو ببینید. سلام. بیا بچیم نان آوردی؟ اله بچیم نان در خانه بون چای جوش گرفته بیار که من چای دم میکنم. اله جان مادر. سلام. مادر لالایم باز قرار؟ ها بچیم.
فقیر نبی با همون بازی که خودش قبول کرد که اختر مسخره را من بازی میکنم، حتما در ذهن فقیر نبی زنگه های وجود داشت، برداشت های از نقش وجود داشت و یک مقدار هم با شیوه هایی که در سناریو نوشته شده بود و فقیر نبی او را در خود بسیار خوب میدید. مثلا شما باور بکنین، من یک قصه بسیار جالب میاد از فقیر نبی یادم. دمی کوچه قصابی وقت بود در دی افغانان، یک رسته از قصابی ها بود، داخل یک کوچه بود. خب اینا رفتیم یک سگ دیدویی را ما پیدا کردیم که این سگ دم نزدیک قصابی همیشه می بود و فقیر نبی را دادیم می خریدیم پلاستیکی را، گویا این دیگه از زندگی خود ودا کرده، جهان بدش میه، انسان ها بدش میه، همه چیز بدش میه. در همینجا من و وقتی که این مشروب میخوره و نشه میشه و با سگ یک نوع دیالوگ های را ای رد و بدل میکنه، شما باور بکنین که سگ به گریه آمده بود. ما دیدیم خود ما که چطور اشکای از این سگ وقتی که طرف فقیر نبی سعی میکنه چطور میریزه. خدایا، از دیروز پدرم مرا چی شده؟ اصلا اگر برات معرفی میکنم اختر است. ما برش میگیم اختر مسخره. چی فایده که باشی؟ یک دویست برخ؟ یک دویست برخ؟ آفرین 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 پال بچه می شوا پشت مال میری دو کن میچرانه او بچه باغوان مرگ بله بادار گنجک ببینید در اون یاد سیال است. یوزا پاک دختره بادر چاشتا بازی میکن. شمشیر بس تکن خطور میرجی چگه زننا بخشیار خوش شارد میکنم پهلوان تو نخره میکنی غمجن زبادار میکشه و پهلوان مراد
نخره میکنی تو چگاه در بازی بکو تو چگاه بابا طرف چرا بابا طرف پهلوان هر در خندق کسی میکنه تو چگاه جانمان مالا قرغم دیگه نبی بیا تو آجه سیشتی کش در ملاقی تماشا آقا میکنه بزرگ تو چگاه بلو چغل بازی میکنه و تماشا میکنی غمجان میکنه تو چگاه جانمان دوست که دوزی میکنه سلا پریدم بشو غمجان نمورا بابا یک چیز بکن بگی پهلوان بازی سیکل چه قسم میخوره ها غمجان نمورا پهلوان چگاه نمورا کنو تو چگاه دو بدار میکشی پهلوان تو چگاه جانمار غمجان تماشا میکنه و پهلوان بازی میکنه تو نخره میکنی تو چگاه در بازی بکو تو چگاه نمورد پهلوان نخره میکنی غمجان بازی میکنه شادی خودت آفرین اختر خوب وقت آمدی باشه شادی خود ما بکش بران آفرین مال سال تقدیر میشه آمد بکش گرد میدان مصطفی شادی بابا شاز کنه واز کنه اسپان شادی شادی خود آفرین اختر با اختر شادی خدا من جمع شادی بازی میکنه آفرین سیکا بگیرشو شادی بازی میکنه آفرین بخورشو اختر جان بیا آفرین بگه من چون اختر شادی مراق میزند چی میخوری؟ شادی خمیر میکنه سیکو خمیر کنه سیکو آفرین اختر بکنه بخور آفرین سیکو بچه بکنه اوه دستت شاید که خود کرده آفرین اخیر جان آفرین پاشو کشو بده تو پیشی ببین آفرین پیشی ببین سوال جواز ما کارایت به بگیر ما بگیر اینا باید خواهردی میخوره بگیر بگیر میروشه ناصر عزیز دیدم که اما نظر موی، اما نظر چهره، اما نظر لباس و اندام این میتونه که در قالب همین نقش ای بازی بکنه. خود در دفتر بودیم و خواستمش و صحبت کردیم و او دیگه خبر داشتون عضو همکار بسیار نزدیک دفتر بود ناصر. خبر شد که این فیلم میسازیم و وقتی که من سناریو رو بر از یا خواندم ناصر خودش صدا کرد که من میخوایم همین نقش بچه‌ای که از
اروپا یا از غرب آمدم، من میخوایم میره بازی بکنم. ما گفتم تو بگی بچیم یک صحنه را یک لحظهش تو بگی بازی کو. گفت خیلی مرا اجازه بده که من همین تیپ لباس خود بر شما بگویم که من چگونه باید ظاهر شم. گفتم هزار دیدم که یک پیران سیاه مقبول پوشید، سرش یک واسکت بسیار چرمه‌ای مقبول پوشید، موزه ها را پوشید و یک پلتون، و پیران هم سر پلتونش تاشته بود. دیدم که واقعا این با مو تیپ ها چقدر برابر است. وقتی که بازی کرد، من تشریح کردم صحنه رو، وقتی که بازی کرد دیدم که از تصور من حتی هم بالا بود. وسکی زخرم آخر موش من آجور بود، آه خوب شده. ببینه خواست موش چیز خوبه. باش ببین کیست؟ خواه نامزد شماست. پیسدار است، پیسدار. تجارت میکنه، خانه دارم، موتر دارم. فردوش موشا تو چرا خواستی؟ چرا؟ سکو اختر اختر تو چرا گیره میکنی؟ چرا؟ خوشی با آدم تو جور شده مصطفی. خودت گفتی. نگفتی نه؟ گفتم سکو جور شده. آبجور است تو آبجور هستی. چه؟ موشت آبجور است. آبجور است دیگه خمه چی نداشته باشه. همه چی داره. آفرین آفرین. فرزان صفر مرا ساعت چند شد؟ ساعت؟ نه باشه.
کلا چیز مانه خالی است نی خالیست. خب باید اول خریده باید بچش. این آقا بانگ رسی I love you آقا شما چی میگی؟ I آقا love شرم است. you. آقا شما دیوانه شدید؟ دیوانه چی؟ آقا شما چی میکنه؟ گرفه میخواستم که بیا برای شوتینگ مثلا 6 بجه صبح دفتر باید حاضر باشی. باور از این داشته باشین که 3:30 بجه میخیست میرفت حمام و خودم بارها شده که آمدیم که در پشت دفتر این استارت شده هنوز مویایش تر است و مویایش او میشه که این معنی از این داشت که این اقدر با پرنسیپ دختر است و اقدر دیسیپلین مراعات میکنه که از ما کرده هم بالاتر و زیادتر و دختر که درون نقشه درک میکرد لمس میکرد و بعد از او از ما میخواست که برای اجازه بدی که فکر کنم. برش اجازه میدادیم که برو فکرهایت بکن. شما باور بکنین که این استعداد دختر به اندازه بالا بود که چند دقیقه بعد خود در قالب نقش پیدا میکرد و بازی میکرد و بازیش واقعا همون چیزی که کارگردان ازش توقع داشت. خب در مناسبات بیرونی خود دختر آزادی بود، روابط اجتماعیش فوق‌العاده خوب بود، دوستای بسیار صمیمی و نزدیک داشت، حتی اینقدر نزدیک که یگان شو که سرش ناوقت میشد با دخترها در خانهشان میرفت میخوابید و یعنی اعتبار فامیلی خود از دست نداده بود. خانه همسرش بسیار زیاد اعتبار داشت و زیبا و مقبول و نازنین و طراز هم بود و در این فیلم فکر میکنم که قالبی را که او بازی کرد ما در دیگرها بسیار کم میدیدم. I love you آقا الا بگیر. خدایا آقا شما چی میکنین؟ آقا شما دیوانه شدید؟ آقا الا بگیر. عزیز مای کزم آقا الا بگیر. از نیای زیبا قشنگه آقا شما چی؟ ایستی بزم شما چی میکنین؟ آقا شما دیوانه شدید؟ I love you.
چرا جان مادر؟ دهی روزا تر چی شده؟ چرا؟ هیچ تو چی اینجا بودی؟ اختر مسخره کجا میری؟ خانه ما باشه میرم چکر داراشه پسام باز خانه میره بشه بشه که دروازه داره باز که پشتی میفهمی؟ کجا میریم؟ میریم قرقه بند قرقه
ابراهیم طغیان که خداوند کریم روحش شاد داشته باشه و بهشت برین جایش، از جمله هنرپیشه هایی بود که کم نظیر بود در سینمای افغانستان. در امو قالب نقشی که ای در چندین فیلم بازی کرد، او هم دنبال از امی بود که چطور نقش پیدا کنه و مهمتری که نقش پیدا کردنش یک جانب قضیه، چطور بتانه زنگه های را، چطور بتانه زمینه های را برای بازی خود ایجاد بکنه که از قالب نقش دور نشه و او بر زیبایی نقشش بیفزایه. و ابراهیم طغیان واقعا چنین یک هنرپیشه گفته انگلیسی ها که هنسم و همونطور هنرپیشه با قدرت و زیبا و با موهای خرمایی و با امو تیپی که داشت نقش زنده می ساخت. آخر زکر چه خم مقبول هستی جا مثل خواهر باره. آخر زکر چه خم مقبول هست؟ تو جا تو داو یعنی صحیح است؟ بشه اختر بخیر از جا بیا بخیر آفرین بیا بابا بیا روش کنفی خوب اینه میده اینه میده درست خوب چه شد داره باش تو سر چه است باش بگه آخر بگه مسخره خوابا شما با خود فرد و خیر بگه باز آیت خوری آخر گپ بزنه گپ چی؟ گپ بزن بگه مسخره خوابا شما با خود فرد و خیر بگه باز آیت خوری آخر گپ بزنه گپ چی؟ گپ بزن بخوا زندگی کن مصطفی مصطفی تو عاشق شدی؟ چی؟ تو عاشق شدی؟ آخر ما بیتا عاشق شد که عشق ما دو پا بود لب بر آخری عشقم یک دختر ایتالایی بود بسیار زیبا بود مقبول بیوتیفول
مصطفی بشالام کدم من قبول بود آخر من یک چیز پرسان میکنم تو عاشق شالا شدی یا؟ مصطفی من از او خوشم نه خودت نه بسیار خوشم نه بایدن بایدن سبت باش ای چیز خوشت نه مصطفی از چشماش خوشم نه از چشماش نه از لباش خوشم نه از لباش از چی؟ از پوست جانش خوشم از نه پوست جانش بریم آره من برش میرم عاشقش شده مصطفی بهور دوست جمیل شما تو به پایان مصطفی چی میگی؟ به پایان اختر مسخره توجه دیگه بیا شلا توجه اختر بود باز اختر چی گله به او داده؟ بفرمایید به توجه اختر نشر بیا بفرمایید اختر چی شده؟ چی شده؟ اختر عاشق شده عاشق شده بالاخره تو هم عاشق شدی اون مسکین کی باشه حتما عاشق مامالاتی شده نه بفرمایید عاشق کی؟ بفرمایید عاشق کی شده؟ عاشق کی شده بگو عاشق کی شده؟ بنتن راست میگه نمکرام ضرب المثل است که میگن همه را مار میخوره ما را بقی کن سلام سنگی که از جمله شخصیت‌های برجسته سینمای افغانستان و آدمی است که تاریخ سینمای افغانستان هیچ وقت او را فراموش نمیکنه به هیچ صورت و برش طول عمر میخوایم صحت کامل میخوایم. او هم در یک نقش استثنایی ظاهر شد که نقش امو باغبانی هست که به اصطلاح بادارش به درخت بسته میکنه و ایره میگه که کتی قمچین ایره بزن. شما باور بکنین هر قمچینی که سلام سنگی با او با میمیک رو چهره خود با حرکات و جست های قمچین زدن داشت آدم باور میکرد که واقعا کاری میخوره. یعنی از کار واقعیت بسیار کم فاصله داشت که بیننده خود ارضا میکنه که واقعا ای قمچین میزنه و قمچین میخوره. بله بادو نرجا بودو تیز شو اما کرا صفت پشو چی امرز اما قمچین بیار برو خوش رسپانم بیار بچی شو صفت بخیر نمید نشناسه که صفت آرهش قدرت نشان میتون سبکا یک چیزی رو هم گفته پاشو شو سبکا چی میگه؟ میگه میاش خوشم بس میگه میاش خوشش میاد میگه چشماش خوشم میگه بخیر به طور نمیشه میگه پوست جانش خوشم میگه بس شست جمیل آلگار شدی اختر اولاد غریبه عاشق شده بخیر اینو مادر با من در رقبتش کن چشم آفرین ببرش مکه میگی رجب بستش نمانی شور بخوره عاشق کی شده باش سعی مکه میگی نه اینطور نمیشه اینطور انسان نمیشه خلاصه بپیش
بالاش کنید سخت دستش کن مگه میگی؟ پاشه بستکو چشم بادا رجا بیا شوال بیا بیا رجا ترس کنه خوب محکم بگی اوش کنش کن نخوره بیا که ما پاشه نه چشم تا نخوره باشه خب باشه سوار کنیم من حساب بگیرم سوار یک 2 3 4 5 6 بزنش سوار کنیم حساب غلط شد باشو بس بیا شو بزنش بزن بیا عاشق در ببینید چی عاشقه؟ عاشق خوار دار در کن بچه اینو بزنش بزن سعی بزن بس بشو بزنیم نگم کنده شد برو پرتنش بیرون سگه کسیش نه به چشم بادار ببرینشا ببرین راست میگه ببرین شما وقتی که شما هدفه شما باور بکنین من قسم میخورم که این چشم دید خودم است وقتی که ما هدف بردیم در لب دریا شاندیم و ایره کرا گرفتیم امو صندوق پیندوزه و ایره پیش رویش ماندیم شما باور بکنین که هدف طوری زندگی را تمثیل میکرد که ده ها آدم و ده ها کسایی که در پالوی هدف ششته بودن و اوج پیندوز بودن طرف از اون نمی رفتن و می آمدن پیش هدف و میگو بوت ما را رنگ کو یا ای را بدوز به خاطری که امی بازی طبیعی که او بر خود زمینه ساز بازی اصلی ساخته بود اینقدر سر مردم تاثیر کرده بود که مردم بهش رجوع کردن مادر اختر تو رو چی شده؟ جانم مادر اختر تو رو چی شده؟ اختر تو رو چی شده؟ اختر تو را کی زده؟ جان مادر تو را چی زدن؟ مادر جان بخیر همون پیرانه بده بخیر همون پیران از همونجا بیار مادر جان مادر بمرو
یعنی تکنیکی را که خوشبختانه بگویم که امروز وجود داره دیروز وجود نداشت. ما مثلا لایت کار داشتیم، می رفتیم دکانهای علبی سازا بازو لایت های کلانه به شکل دایروی می ساختیم، بازو را چکش می زدن تا که او امو کروی می شد و باز او را رنگ می کردیم، با سر سه پایه ها می ساختیم. یعنی کلش کار دست بود همگی. ولی امروز این یک لایت کارمون لایتی رو میته که ما در دکان ها می رفتیم و را می ساختیم. این یک دشواری بسیار معین پیش روی ما بود. خوشبختی ما در کجا بود؟ خوشبختی در این بود که وقتی دریچه سینما باز شد و ما به صورت بسیار اکادمیک شروع کردیم که این را پایه گذاری و بنیان گذاری بکنیم، این بود که هنرپیشه ها با امو درس های ابتدایی که ما در روی ست می داشتیم یا بعد از شوتینگ می داشتیم یا با وقفه ها روزایی که ما شوتینگ نمی داشتیم در دفتر این کار می کردیم که همه حلقه می زدیم و توضیح می دادیم که سینما چیست و چطور است و چه قسم باید کار کرده، چطور باید عاشق سینما شده، چطور باید سینما رو پیگیری کرد. در اونجا هنرپیشه ها اینطور نبودن که هر کدامشان انایی فکر بکنن و آسمانی فکر بکنن و زمینی فکر بکنن و به غرورشان چیز بر بخوره. چنین چیزی نبود. ما وقتی که میگفتیم که خودت یک نقش بسیار کوچک داری، به طور مثال من میگم در این فیلم اختر مسخره ما بر سلام سنگی نقش یک باغبانه که بسیار یک نقش کوتاه بود برش داده و او هم به دل و جان پذیرفت. دلیل اصلی است که هنرپیشه او وقت با کوتاهی و درازی نقش فکر نمیکرد. هنرپیشه روی ازی فکر میکرد که اگر نقش یک نقش کوتاه هم است من چطور میتونم که اینقدر بزرگ جلوه بدم. و این گپ فوق‌العاده هست و این گپ بسیار زیاد اساس است و به همون خاطر بود که یک نقش بسیار کوچکی که هیچ از ذهنیت نمیره مثلا آقای سلام سنگی بازی کرد. لندن میرم به خاطر قالنا روان کردیم. هر چه زودتر شرسته بگیریم خوب خواهد شد. اما را بار از اینجا وانا مسخرهتان خوب باس اومد. تو نمکرم باز آمدی؟ ببینی که آمده. چی میخوایی؟ تو مرسدی یادت است؟ ها یادم است. کدام شکملت دگام دل شده. باز میخوایی که؟ من انتقام میگیرم. این امارت بیران میکنم. به به انتقام میگیره. این امارت بیران میکنه. باغبان بله بادار. همو قمچین ما بیار. با چشم بادار. بگو رسپانم بیاره. رسپانم بیار. خوزه. تو را راستی از قمچینم خوشت آمده ها؟ اما تو نیست؟ آه خوشم نه. اینو بادار. قطرخ بستش کن. بشته بیگی میکشمه. بکشمش. بکشمش. یبارد ما تو نخواه رسید. هیچ چیزش ما تو نمیرسد. هرچی بگم
مگه نمیکشمش؟ چه میگه؟ دلم بسته کن. هرچی میگم تو بکن. بکن هرچی میگه. دلم بستش کن. مرا میکشم. بسکش رو بکش. خدا هرچی میگم تو کن. الله میکشم. ایوانشو بکش. ببامه میکشمش. هرچی میگم تو کن. نه ریبا دل بستش کن. جمیل یادت است برای ریبا دل بسته کده بودی نه؟ گلی بزنیش. چه گلی بزنیش؟ هرچی میگم تو کن. واسه قبچینه بزنیش. 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 الله بزنیش. 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 شما اینجا آرام ششته خواه موشه با آدم مناظر است هیچ کس نمیخواهی تداری کنه هیچ کس اخر بزنیش. تو چی میکنی؟ جوابی سوال سخت است مصطفی یادم بفهمم چی بکنم بفهمی یادم میکشمش عبارت بیران میکنم انتقام میگیرم بزنش بفهمی میکشمش مصطفی اخر تو این کار نکن من باید پترول دارم تو کلی امارت آتش بزن آخر گوش بیاب من یکم مصطفی ایده امارت پیش بست بیرانش میکنم تا میمارت پیش برسد بفهمی میکشمش آخر شما اختر Comandante Juan tu Rochester.
دوستای عزیز، ای بود فیلم اختر مسخره که جسته و گریخته ما پیرامون هنرپیشه ها و فیلم و ساختارش و اینا با شما درد دل کردم بگویم یا در میان گذاشتم، ولی می خواستم که از زبان خودم بشنویم که ما براتان ایره توضیح و تشریح کردم. تا فیلم بعدیه که باز هم از طریق صدا و تصویر پرودکشن در خدمت شما با یوتیوب قرار میگیره، لطفاً فراموش نکنین و زنگ فشار بتین برای فیلم بعدی.